دیگه الان باید کم کم خانم دکتر صحبت کنیم. حالا فعلا خانم روانشناس بگیم تا انشالله بعدا. خیلی خوش اومدین. مرسی که اومدین. اگه میشه یه معرفی داشته باشیم. من فاطمه صولتی هستم. در حال حاضر 39 سالمه. مامان نیکی و نازگلم. فعلا در زمینه روانشناسی هم فعالیت میکنم و گاهی تئاتر و در حال حاضرم که اینجا پیش شما. خیلی ممنون. سلامت. چی شد که روانشناسی رو انتخاب کردین؟ روانشناسی من چند سال پیش خودم بعد از که بچه‌ها اومدن، من دو تا خب نیکی و نازگل پشت هم اومدن تو زندگی من، بعد یه مقدار اینکه وقتم تمام و کمال صرف بچه‌ها میشد من اذیت میکرد، چون قبلا عادت داشتم که میدونید دیگه فعالیت‌های مختلف زیاد داشتم. از اونجا خودم احساس کردم که نیاز دارم به تراپی. رفتم پیش روانشناس و خیلی بهم کمک کرد. این چند جلسه‌ای که باشون رفتم خیلی بهم کمک کرد و دیدم چقدر حس خوبیه که آدم بتونه بقیه رو اینجوری حالشون رو خوب کنه. تصمیم گرفتم روانشناسی بخونم. بعد دیگه الان تئاتر هم کار میکنید در کنارش؟ بله، تئاتر هم کم و بیش کار میکنم. بچه‌ام که الان مشغول تئاتر رو. بله، دخترام دیگه اومدن تو این زمینه و حسابی علاقه‌مند. و چند سالشونه؟ نیکی 10 سالشه، نازگل 8 سالشه. الان هم که مشغول فقط روانشناسی و اینا مراجعه و اینا می‌بینید درسته؟ البته بله، الان توی کلینیک مراجعه می‌بینم. البته حالا به خاطر شرایط من، چون رشته اول مهندسی کشاورزی بود که خوندمش و بعد آموزش بازرگانی خارجی رو آموزش دیدم و در زمینه بازرگانی خارجی واردات و صادرات 7 سال کار می‌کردم قبل از اینکه روانشناسی بخونم. الان از هر دو تاش دارم استفاده میکنم. حالا هم در زمینه بازرگانی خارجی مشغولم، هم توی کلینیک مراجعه میبینم. از وقتی محمد رفته دیگه از همه قوام دارم استفاده میکنم. خیلی عالی. سلامتیش. به نظر خودتون بهترین و بدترین اخلاقتون چیه؟ بهترینش به نظر خودم این که صبورم و سازگار. خیلی با شرایط و اینا خیلی خوب خودتون رو میکنم. بدترینش رو بالا بقیه باید بگم، بعد یکی دوتام نیست. حالا یه اخلاق بد شیکی جدیدن مود شده که منم کمالگرا هستم. خیلی شیکه اذیت کنم. آره ولی خب یه مقدار اذیت میشه آدم دیگه، اینکه بخوای تمام منتظر بمونی تمام شرایط جور باشه تا یه کاری شروع کنی، یه وقتایی اذیت میکنه، کارا رو به تعویق میندازه. ولی خب رو خودمون کار میکنیم دیگه. خب مهم اون نقطه شروع است دیگه، یعنی شروع کنین ادامه پیدا میکنه. آره البته مدت هاست که مخصوصا میگم از وقتی شرایط زندگی عوض شده دیگه روش کار کردم. خیلی کمالگرا هم نیستم. بقیه اخلاقای بدم هم نمیدونم، واقعا به نظرم بقیه باید بگم، نمیتونم بگم. تعریفتون از عشق چیه؟ عشق خیلی حس دوست داشتنیه. واقعا این یه به حال عجیبیه. به نظرم فقط کسی که تجربهش کردن میتونن تعریفش کنن. اصلا عشق تعریف کردنی نیست، احساس کردنیه. آره عشق با قلب بدون قدر احساسش میکنی که نمیتونی به کلام بیاریش. جمله نمیشه در موردش. جمله نه، ولی خب مثلا اگر صحیح باشه، حالا چیزی که بود و چیزی که خودم تجربهش کردم، علاوه بر تمام اون احساسات قشنگی که باش تجربه میکنی، اینکه کنار هم رشد میکنی. واسه موفقیت هم. آره به نظرم این علاقه، یعنی عشق واقعی این شکلیه که اگر باعث بشه کنار هم رشد کنی و زندان نشه برای دو طرف، محدودیت ایجاد نکنه، حالا تو زمینه‌های مثبت باز باشن هر دو و بتونن مثلا ادامه بدن مسیرشون رو پیشرفت کنن، به نظرم عشق واقعی این شکلی میشه. چیزی که خودم هم کنار محمد تجربهش کردم. یعنی تکمیل کننده همدیگه بودن. آره تکمیل کننده همدیگه. و میگم اون بخش احساسش هم که فقط باید با قلبت تجربهش کنی، واقعا نمیتونی. آره نمیشه توصیفش کرد. برگردیم به اولین روز اتفاق. میشه یکم برامون تعریف کنیم؟ بله. اون شب یه شب این اتفاق افتاد، شب 21 آبان 1402. اون روز محمد مثل همیشه ظهر اومد خونه و مثل چند روز قبلش که خیلی اتفاقای کاری خوب داشت براش میافتاد و خیلی راضی بود، اومد سر رسیدشو گذاشت رو میز ناهارخوری و گفت وای چقدر حالم خوبه، غذا رو بیار غذا بخوریم. اینها رو خوردیم کنار هم، صحبت‌های معمول روزمره و عادت داشتیم همیشه سر غذا حساب از روز برای هم دیگه تعریف می‌کردیم که برای من چه اتفاقی افتاده، برای تو چه اتفاقی افتاده.
و شب قرار شد که مهمون دعوت کنیم، یعنی قرار بود که مهمون برامون بیاد و ما خودمون تعداد مهمونا رو بیشتر کردیم. گفتیم مثلا بگیم که خواهرام اینام بیان و اومدن دوره هم نشسته بودیم. محمد گاز توی تراس بود، محمد رفت سراغ گاز و مثل این که گازی مشکلی داشت، اومد که تنظیمش کنه. یه مدت شیر گاز رو باز گذاشته بود تا اینکه مشکلش رو حل کنه، باید باز می بود شیر گاز. و من اتفاقا چون بوی گاز می اومد چند بار بهش گفتم، آخرین بار گفت چون مهمون داریم زشته، تو برو تو خونه تا من بیام. من رفتم برای مهمون چای بریزم و برگردم. در تراس رو بستم، اومدم رفتم تو آشپزخونه و وقتی برگشتم دیدم که تراس شعله آتیش توشه و فضا پر از آتیشه دیگه. خلاصه اینکه محمد آوردیم تو، چیزیش نبود، فقط چون تیشرت شلوارک تنش بود مثلا اگه نگاه می‌کردی یکم پایین آستینش و پایین مثلا پاش یکم سوختگی بود، ولی خب من چون داشت درد می‌کشید و دستاشو داشت تکون میداد واقعا خیلی برام دیدنش سخت بود. من داشتم بیتابی میکردم، انقدر حالش معمولی و عادی بود که به من گفت تو چرا بیتابی میکنی؟ من که چیزی نیست، حالم خوبه. زنگ زدیم آمبولانس اومدن و همون شب ما رو اعزام کردن به اصفهان با آمبولانس. خودم بالای سرش بودم، مورفین زده بودن، آروم بود و خواب بود تا رسیدیم به اصفهان. از پشت پرده اورژانس اصفهان که آوردنش بیرون، انگار که دیگه یهویی به قول کاشانی کاسه زندگی من برگشت. یهو دیدم محمد به یه دستگاهی وصله، عجله دارن که مریض این توبه است، بعد بره آیسی‌یو ویژه. اونقدر که حتی هرچی من میپرسیدم کسی جوابمو نمیداد که چی شد، آخه چیزیش نبود، فقط دست و پاش بود. خلاص محمدو بردن آیسی‌یو تا صبح که من تونستم حالا سوپروایزر بخش رو ببینم، با دکترها صحبت کنم. اولین سوالم فقط ازشون این بود که خب محمد کی از تخت پا میشه؟ و اولین جوابی که گرفتم سوپروایزر گفت ممکنه که پاشه و ممکنه که پا نشه. اصلا خیلی شنیدنش برای من خیلی وحشتناک بود، عجیب بود، انقدر که باورم نشد، واقعا باورم نشد. ولی با این حال انقدر سنگین بود برام، اومدم بیرون در بیمارستان داشتم بیتابی میکردم، شوهر خواهرم همراهم بود. بعد مردم دیدن من اینقدر بیقرارم، اومدن پرسیدن که چی شده. وقتی گفتیم مثلا فقط دست و پاش بوده، تمام کسایی که بیمار داشتن تو بیمارستان همه گفتن نه مثلا من بیمار 90% داشتم، حالش خوب شده 80% داشتم، داره ترخیص میشه، مریض شما که چیزیش نیست. اینا میگن که شما توقعی نداشته باشید. 24 روز به همین منوال گذشت. من میشنیدم که پرستاره میگفت دیگه کفش آهنی تو پاک کن، یا مثلا اونی که پرستاره میگفت وقتی بهش میگفتم بعد چی کار کنم، میگفت باید قوی باشی، بیا بچه‌هاتو بیرون این در بزرگ کنی. من اون موقع حتی معنی این حرفا رو متوجه نمیشدم. امید خیلی خوب بود اون روزا، من یه امید عجیبی داشتم چون محمد اینقدر برای من شکل زندگی بود که 1000% حتی به رفتنش و به این پایان فکر نمی‌کردم. من فقط تصور می‌کردم روزی که محمد از در اون بیمارستان میاد بیرون و چه جوری قراره سورپرایزش کنیم و چه جوری قراره این روزا رو براش تعریف کنم، بهش بگم که به ما چی گذشت. و همین هر روز پر از امید میرفتم پشت در بیمارستان، از صبح تا ظهر دکترها رو توی بیمارستان میدیدم، عصرها میرفتم مطب بهشون، عکس محمد رو بهشون نشون میدادم، عکس دخترها رو بهشون نشون میدادم که هر جوری شده یه کاری کنین زودتر محمد از روی این تخت بلند شه. تا روز 24م، البته یه روز قبل از 24م روانشناس بیمارستان منو خواست و به برادرم که کنارم وایساده بود گفت از این به بعد مسئولیت شما سنگین‌تر میشه. فقط تنها جایی که خود زانوام سوس شد همونجا بود، انگار که اونجا معنی حرفش نشست به جونم و زانوامو سست کرد. برای اولین بار شنیدیم؟ برای اولین بار آره، مثلا انگار که آره گوشم شنید که اینا دارن چی میگن. و میگم باز با این حال وقتی از اون در اومدم بیرون، آخرین سوالم این بود که قلبش که هنوز میزنه و گفت آره قلبش هنوز میزنه و من به این قلب محمد که داره میزنه امید بسته بودم و همچنان از اون در که اومدم بیرون حتی می‌خواستم برام داروی آرام بخش بگیرن، من گفتم نه اصلا نیازی نیست، اصلا این حرفا نیست. خلاص شد روز 24م، روز 15 آذر. ما اونجا توی اصفهان خونه داشتیم اون چند روز، اون 24 روز. 15 آذر از خواب بیدار شدم و فکر کردم خب کارهای محمد وارد کار آزاد شده بود و به این فکر کردم خب کارهای محمد مونده، حساب کتاباش باید دیگه امروز باید شروع کنم به دوستاش بگم بیان کمکم و مثلا کاراش نمونه زمینی، موقع پا میشه از جاش
کاراش به هم ریخته نباشه، شاید من بتونم یه مقدارش انجام بدم. اولین کاری که کردم زنگ زدم به دوستای محمد که اگه میشه که در جریان کاراش بودن، اگه میشه تشریف بیارین اصفهان به من کمک کنین من سر در بیارم. و بعد از اون زنگ زدم به دو خواهرزادم مثلا زنگ زدم که فلان وسیله رو از کاشون برام بیار. احساس کردم که همه چی غیر عادیه. متوجه می‌شدم که بقیه دارن یه جوری نگاه میکنن، یه جوری صحبت میکنن. با این حال بازم با همون دل پر از امید مثل هر روز خواستیم بریم سمت بیمارستان که توی ماشین داداشم گفت که احساس کردم یه جوری نگاه میکنه. گفتم چیزی شده؟ گفت میگن که محمد تو شرایط کماست. گفتم خب کما که خیلی‌ها میرن تو کما و برمیگردن. اصلا محمد برام از شکل رفتن نبود اصلا. و باز هیچی بهم نگفتن تا رسیدیم به بیمارستان و من دیدم که همه اونجا. دایی محمد جلوی در دیدم و اونم دیدم حالش یه شکلی. بهش گفتم که اونجایی که متوجه شدم همونجا بود. گفتم دایی چیزی شده؟ و داییش دستای منو گرفت و من متوجه شدم که امروز مثل هر روز نیست. یه قلب محمد نیست. حرکات بدیم. خوبی؟ آره یه شکل زندگی من قاطی خنده و گریه. ما یه نسبت فامیلی دور داریم با شما. فکر کنم روز 21 و 22 بود. من از تهران داشتم برمیگشتم. بعد اینکه زنگ زدم به استادم که بگم که اوضاع چه جوریه. بعد گفت بهتون خبر میدم. بعد قطع کرد اینو. من هی پشت سرم باش تماس گرفتم. بعد گفتش که ببین یه سری داروی برای کلیه بود. آره اسم دارو دقیقا یادم نیست. گفت این دوزش به شدت رفته بالا. و وقتی دوز این دارو میره بالا دیگه امیدی نیست. همون رو قطع کردم. گفتم من میرم اصفهان حضوری صحبت میکنم. بعد بابا گفتش که تو خودت الان حالت بده، بری اصفهان چی کار کنی؟ یعنی تو اون جوه رو بیشتر متشنج میکنی و نمیخواد که بری. بعد اصلا هم نتونستم که این اتفاق رو بازگو کنم بگم. فقط اون حال بدیمون. تو هر موقع زنگ میزدی آره بیشتر من از صدات امید میگرفتم. حالا چون من خودم به شدت امیدوار بودم فکر میکنم مثلا هیچ چیز منفی رو حتی اگه کسی هم بهم میگفت من نمیشنیدم اون روزا. اون روزا فکر کنم امید آخرین چیزی بود که تو شما به نظرم کشته شد. باورتون نمیشه من یه وقتی دلم برای اون صندلی پشت در بیمارستان تنگ میشه. اونجا آخرین روزای امیدواریمون رو اون صندلی گذروندم و واقعا یه وقتی دلم برای اون صندلی حتی تنگ میشه. چون بعد از اون دیگه امیدی به برگشتش نبود. وقتی از اصفهان اومدیم دیگه میدونستیم که امیدی نیست. بله اون روز رفتم و متوجه شدم که چی شده. همه فامیل اقوام اومده بودن اصفهان کنارمون بودن. اون شب خیلی برای من شب سیاهی بود. من بعد از اصفهان با 2 دختر کوچولو که توی بغلم خواب بودن میرفتم سمت ایلام چون قرار بود محمد اونجا به خاک بسپاره. گنگ بودم اصلا لال. هر کی تماس میگرفت هر کی حرف میزد اصلا توان حرف زدن نداشتم و تمام هم و غمم این بود وقتی به این 2 نگاه میکردم فکر میکردم من چه جوری قراره که به این 2 خبر بدم. غم خودم یه طرف این که من چه جوری توان اینو داشته باشم تو چش دخترام نگاه کنم و بهشون خبر رفتن بابا محمدی رو بدم که محمد قلب زندگی هر 3 تامون بود. حالا من اون عشقی که بهش داشتم خب من از 9 سالگی محمد رو میشناختم و از 21 سالگی با هم صحبت کرده بودیم. قبل از اینکه خانواده با هم صحبت کنن خودمون با هم صحبت کرده بودیم و بعد خانواده پا پیش گذاشتن و ازدواج کردیم. حالا تمام زندگی ها خب بالاخره یه سری مسائل داره. ما از 2 فرهنگ مختلف بودیم. شاید یه مدت زمان برد تا قلقه هم دیگه دستمون اومد ولی که همیشه میدونستیم که هیچ وقت همیشه برای هم میمونیم، همیشه کنار هم میمونیم. یعنی اینکه جدا بشیم از هم دیگه برامون تعریف برامون اصلا این موضوع تعریفی نداشت. که بعد از اون که بعد بچه دار شدیم نیکی و نازگل اومدن به زندگیمون و روز به روز کنار هم انگار بزرگ شدیم، کنار هم رشد کردیم.
و خیلی واقعا یه زندگی یه جمع 4 نفری، یه خونمون خیلی دوست داشتنی بود برای خودمون، انقدر که حتی نیکی و نازگل وقتی سفر میرفتیم دوست داشتن برگردن به خونه. و من همیشه بابت این موضوع خوشحال بودم. میگفتم پس به محمد میگفتم این که این موضوع انگار که این نویدو به من میده که ما فضای خوبی تونستیم تو خونه براشون مهیا کنیم. و خلاصه این که من در مورد رفتن محمد بخوام به بچه‌ها چیزی بگم، خیلی خیلی اون شب برای من تیره تر از اون چیزی که بود کرد. و رفتیم ایلام و بعد محمد آوردن و دیگه خونه جدیدی شد. روش شد. ممنونم. سخت در این لحظه کجا بود؟ همون شب اول بود یا سخت در این لحظه تو روزای بیمارستان اونجایی بود که من رفتم بالا سرش. ما خیلی اجازه نمیدادم بریم داخل و من چون خودم میگم از بس که امیدوار بودم از ترس اینکه مبادا ویروسی آلودگی ببرم، حتی خودم هم مثلا شب آخر بهم گفتن میخوای بری ببینیش، من که نمیدونستم فرداش قرار اون اتفاق بیفته، باز چون احساس میکردم یکم سرما خوردم گفتم نه نمیخوام بهش ویروس بدم. فضای باید ایزوله باشه. بله. ولی روز قبلش چند باری ازش اجازه گرفته بودم و رفته بودم. یه بار دفعه آخری که رفتم صدای نیکی و نازگل رو براش بردم، گفتم محمد صدای نیکی و نازگل رو بشنوه جون میگیره. و وقتی صدای نیکی و نازگل رو گذاشتم براش، حالا بماند که حرفای اونا خیلی جالب بود، حرفای نیکی و نازگل، ولی که وقتی صداشون رو برای محمد گذاشتم احساس کردم تو همون حال انگار که داشت قفسه سینه‌اش میلرزید و حالت چهرهش تغییر کرد و اینکه محمد توانمند، محمد قوی انگار که نمیتونست حرکتی بکنه. این خیلی اون شب من اذیت کرد. و یه لحظه سختی دیگهش که نتونستم تاب بیارم، لحظه‌ای بود که محمد رو روی دست بقیه دیدم که آوردن خونه پدرش برای خداحافظی. خیلی سخت بود. اولین صبحی که بیدار شدیم بعد این اتفاق همون حالت گنگ ماننده بودیم؟ گنگ بودم و یادمه که سردم بود، لرز داشتم، میلرزیدم. با اینکه لباسم آستین بلند بود میلرزیدم و داشتم فکر میکردم که قرار چه اتفاق بیفته و من قرار بود که برم برای آخرین بار محمد رو ببینم و همش به این فکر میکردم که امروز چه روزیه، من برای چی از خواب بیدار شدم. و میگم مثلا به تنم لرز انداخته بود، سردم بود، خیلی یادمه، مثلا خیلی حال بدی بود، گنگ بودم هنوز، خیلی خیلی این واقعا بعضی چیزا میگم کلام نمیشه گفت. بچه‌ها چجوری کنار اومدن؟ نیکی و نازگل ما یه جعبه خاطرات درست کردیم، یکی برای نیکی و یکی برای نازگل. هر کدوم از وسایل باباشونه که دوست دارن توی اون جعبه گذاشتن و هر وقت که دلشون میخواد اجازه دارن که اون وسیله رو بردارن، بغل کنن و گریه کنن. خب این اجازه رو دارن و موضوع مهم‌تر که من سرشون رو گرم کردم حسابی. ببینید من فکر می‌کنم یعنی چیزی که هست و واقعا حالا تمام امیدوارم که هیچ کس تو این شرایط قرار نگیره، ولی برای تمام آدمایی که ممکنه این شرایط رو تجربه کرده باشن، من فکر می‌کنم نیکی و نازگل قوتشون از من میگیرن. یعنی وقتی من گریه میکنم انگار اونا بیشتر میشکنن، وقتی منو شاد میبینن، منو قوی میبینن، انگار اونا جون میگیرن، قوت میگیرن. و من از هفته دوم، یعنی بعد از مراسم هفتم محمد، سعی کردم که بلند بشم از جام، رفتم بیرون از خونه، یه سری کارا بعد انجام میدادم، دنبال کارا بودم. و اینکه نیکی و نازگل هم همینطور. مثلا یه چیزی هم که هست، یه سری کلیشه ها باعث میشه که آدم تو اون حال بد بیشتر بمونه. مثلا اینکه نیکی و نازگل دوست داشتن من به خودم برسم، مراقب خودم باشم، اینو به زبون می آوردن. مثلا دوست داشتن وقتی مامانشون اونا رو میبره مدرسه، حتی تو همون حال دوست داشتن که مامانشون زیبا باشه. نیکی احساس کنم خیلی بازخوردش بیشتر بود. بله. یعنی درخواستش بیشتر بود که مثلا ما خودتون رو آره مثلا درست کنیم. دقیقاً. نیکی آره خیلی قوی. حالت بازجوطوری مثلا گفت این کارو حق نداری بکنی. آفرین دقیقاً. آره هنوزم اگر منو تو حال مثلا ناراحتی و گریه ببینه، مثلا یه جوری نگاه میکنه که از من انتظار نداره که من تو اون حال بمونم. و آره چون مثلا دخترها دلشون می‌خواست که من به خودم برسم، مراقب خودم باشم و من سعیمو می‌کردم که اون اتفاق بیفته. حالا شبیه اون اتفاقی که کلیشه‌اش این بود که نه، من چندین ماه بعد توی خونه می‌نشستم و حالا تو همون حال خودمو نگه می‌داشتم.
با اینکه اومدم بیرون از خونه، ببینین این غم آدم کم، این غم هیچ موقع از آدم کم نمیشه، از دل آدم کم نمیشه، همیشه همراهته. فقط اینکه باید یاد بگیری کنارش زندگی کنی دیگه. این زندگی کردن به شکل جدید رو باید یاد بگیری، با وجود این غم بزرگ رو باید یاد بگیری. یه روانشناس هم میگفتش که سوگ مثل یه تیکه سنگ میمونه که تو جیبته، همیشه همراهته. ممکنه که مثلا یه وقتایی حسش نکنی اصلا، ولی خب همیشه همراهت و سراغت میاد. دقیقاً. توی این مدت خیلی شاید خیلی جاها کم آوردین، بله. خیلی حالتون بد بوده، چی سر پاتون میکرد؟ چی باعث شد که کم نیارین؟ عشق نیکی و نازگل و همیشه همچنان به این موضوع حواسم هست. دلم میخواد جوری باشم که محمد ازم راضی باشه و مطمئنم که رضایت محمد تو خوشحالی نیکی و نازگله و تو این که من قوی باشم. کلا محمد همیشه آدمای قوی رو دوست داشت، خودش هم قوی بود و این همیشه منو سر پا نگه می‌داره. سعی می‌کنم که همچنان مورد پسندش باشم. آره عشقش هم خیلی به خانواده قشنگ بود. یعنی یادم مثلا اون شما یه بار صحبت کرده بودین که میگفتی که دوست دارم یه خونه باغ داشته باشم. بله تو برنامه کودکی. این آدم انقدر دوست داشتنی بود که اومد مثلا رفتش همونو برگشت برای یه باغ کوچولو، حتی اگه چیزام بود برای شما تهیه کرد که فقط حال شما خوب باشه. دقیقاً. من همیشه روزای تولدم که میشد، شبای تولدم برای تولد سال دیگه میگفتم که چی دلم میخواد، همیشه تقاضا اعلام میکردم و همیشه حالا آخرین تولدم که شد به محمد گفتم من برای سال دیگه ازت ماشین میخوام. محمد گفتش که نه نمیشه. گفتم چرا؟ من از الان بهت میگم که برنامه‌ریزی کنی بشه. محمد 21 آبان اون اتفاق افتاد، تقریبا 10 روز قبلش اومد خونه و گفت میخوام که تنهایی با هم بریم بیرون. دخترها رو گذاشتیم خونه و با هم رفتیم بیرون و توی همون آبان ماهی که 21مش از خونه رفت بیرون، کادوی تولد منو 5 ماه زودتر تقریبا بهم داد و اصلا من اونقدر تعجب کردم و گفتم که نه من میدونم که برات سخته، هنوز وقت داری، چند ماه دیگه وقت داری. من اینو بهش میگفتم و محمد میگفت که نه دیگه، وقتی تو یه چیزی از من بخوای اونقدر بهش فکر میکنم که بشه و شد. و آره آخرین کادوی تولدم هم قبل از رفتنش چند ماه زودتر بهم داد. خب میدونی محمد خیلی حضورش دلگرمی بود دیگه. خب هیچ کس شاید نتونه جای اون آدمو پر کنه. بود محمد. دقیقاً. بعد کم بوده باور رو به نظر خودتون برای بچه‌ها تونستین جبران کنین؟ نه من هیچ وقت نمیتونم هم پدر باشم هم مادر. یعنی از وقتی که محمدم رفت این جمله خیلی جمله قشنگی بود که یه نفر به من گفت. محمد یه فامیلی دارن که توی آلمان زندگی میکنه، یک پیرمرد خیلی دوست داشتنی و خوش مشرب. همون روز اول به من گفت اصلا این جمله رو بریز بیرون که قراره تو هم پدر باشی هم مادر. تو قراره همچنان مادر خوبی برای بچه‌ها باشی. نخواه که نقش محمد رو براشون بگیری و بخوای جای محمد رو براشون بگیری و نقش مادرانگی تو فراموش کنی. و من اینو سرلوحه خودم گذاشتم. واقعا در تمام اون روزهایی که گذروندیم با نیکی و نازگل سعی کردم که مادر بهتری باشم، چون من واقعا نمیتونم هیچ وقت جای خالی محمد رو پر کنم. ولی از نظر اقتصادی، حالا مباحث مدیریت خانواده و بحث‌های مالی، بله به جرئت میتونم بگم که چیزی ازشون کم نشده. یعنی تمام اون امکاناتی که اون موقع داشتن همچنان دارن، تونستم براشون فراهم کنم. ولی که مسائل احساسی و مسائل عاطفی نه. و البته چرا؟ ببینین اون پدر یه چیزی داره، یه اصلا اسم پدر پشتوانه است، اسم پدر محکمه. من شاید یه جاهایی اگه قرار بود ازشون دفاع کنم قبلا سعی می‌کردم که یه مقدارم کارو به خودشون بسپارم. به عنوان یک مادر مثلا گفتم خب نه خودت هم باید بری حرف بزنی. الان نه اینکه بخوام بیشتر دخالت کنم، ولی بیشتر بهشون دلگرمی میدم که اگر تو رفتی حرفت برو نداشت من پشتت هستم. سعی میکنم این که همون تکیه که به محمد داشتن رو بتونن به من داشته باشن. ولی اون جای احساسی خالی، اون عاطفه پدرانگی، نه اون آغوشی که محمد برای اونا داشت هیچ وقت جبران نمیشه. برنامه‌تون برای آینده بچه‌ها چجوریه؟ علاقه‌شون برام مهمه که هدفمند زندگی کنن، خیلی برام مهمه تو مسیر یادگیری باشن. اینو خیلی ازشون میخوام و سعی میکنم که این شکلی براشون برنامه‌ریزی کنم، ولی که در جهت علاقه‌شون. الان فعلا تو مراحل آزمون و خطاییم. حالا مثلا رشته‌های مختلف، جاهای مختلف رو دوست دارم که تجربه کنن، برن
و سرد و گرم رو بچشن خودشون و هر جا که اعلام کنن به این مسیر علاقه‌مندن و خیرشون در اون باشه، من پشتشون هستم، کنارشونم. خیلی عالی. وقتی خیلی دلتنگ میشین چیکار میکنی؟ آدم وقتی عزیزش میره جز گریه راهی نداره. وقتی خیلی دلتنگ محمد میشم گریه میکنم. خیلی آدمو خالی میکنه. آره میدونی اصلا راه دیگه ای نیست. میدونی یه وقتیه که تو یه مسئله داری، مثلا میگی خب این مشکل رو دارم و براش دنبال راه حل میگردم، ولی من برای دلتنگیم هیچ راه حلی نیست، فقط میتونم که گریه کنم. همین. یعنی که حالا یه وقتایی هم چیزی که دلتنگی منو کم میکنه و سبک میکنه موفقیت‌های کوچولوی نیکی و نازگل و شادی اونا خیلی به حال من کمک میکنه، چون اونجا احساس کنم که محمدم داره میخنده. با حس جای خالی تو خونه با همون دفترچه خاطرات و جعبه خاطرات کنار میاین؟ بالاخره حس جای خالیش خیلی حس میشه قطعا تو اون خونه‌ای که خیلی به قول خیلی. خودتون خونه آرزوهاتونه یا مثلا آره. همتون حالتون تو اون خونه خوب بوده. دقیقاً. الان اون آدمی که دوست داشتن یه خانواده بود جای خالیش خیلی حس میشه. خیلی محکم راه میرفت محمد. اصلا صدای این جای خالی صدای قدماش. ما برنامه مشترک زیاد داشتیم. تماشا مثلا شبامون یه فلش داشتیم همیشه پر از فیلمای روز، فیلمایی که مثلا حالا تو رنکینگ نمره خوبی داشتن و همیشه مثلا آخر شبمون به اون برنامه میگذشت، کنار هم میشستیم با تنقلات و فیلم و گفتگو و خلاصه سرگرم بودیم. اصلا این جاهای خالی، این ساعت‌ها، این برنامه‌ها به هیچی مثل قبل نمیشه، ولی باید ادامه داد. اجباره آدمو محکم‌تر میکنه، ولی خب آره. خیلی هم سخت شرایط، یعنی مثلا شما مجبوری زندگی کنی. ببین انگار که تنها ترم بدون محمد، خیلی تنهام. فوت همسر اگه بخوام بگم، حالا میگم تو بحث روانشناسی از جهت استرس‌زا بودن نمره 100 داره، یعنی بالاترین نمره رو داره. جدا از اون استرساش یه احساسیه انگار که بعد از رفتنش انگار که تو دنیا غریبی، انگار که سردرگمی، حیرونی و خیلی زمان میبره تا بتونی خودتو پیدا کنی. برگشتنه به جایگاه خیلی سخته. آره خیلی سخته. تو باید تمام تصمیماتو تنهایی بگیری، همه چی برات مبهمه و همسر که خیلی جایگاه پررنگی داشت. محمد ستون خونه بود و من خودم حالا خیلی وقتا خیلی از دوستام لطف دارن کاری که میخوام بکنم مثلا از منم میپرسن، یه نظر میپرسن، یه مشورتی میکنن، ولی من خودم تمام کارامو مثلا با محمد پیش میبردم، با نظر محمد پیش میبردم. اصلا که همچین مردی یهو نباشه کنارت و اون جای خالی عشقش که بماند. من همیشه میگم رفتن عشق آدم خیلی سخت‌تر از رفتن همسر آدم. رفتن همسر انگار که اون مسئولیت‌ها رو بهت میده، ولی اینکه جای خالیش توی اون جای خالی که هست و هیچ وقت پر نمیشه، اون عشقی که توی دلته و انگار که گمش کردی و هر چقدر میگردی دیگه پیداش نمی‌کنی و دیگه نمی‌بینیش، اون اصلا قصه‌اش دیگه جداست. شما خب خیلی تو این مدت به نظر من خیلی قوی شدی. یعنی مثلا من یادمه که روزی که استوری گذاشتین از اینترنی و از محمد خواستین که کاش اینجا بودیم میدیدی که من اینترن شدم، مثلا من خیلی لذت می‌بردم. یادمه تو دوران بیمارستانم مجبور شدین یه تئاتری رو اجرا کنی. بله دقیقاً. و اون خیلی حال خوبی بودش که مثلا یادم تو این شرایط خیلی داره قوی رفتار میکنه. حالا اون خیلی جالب بود. تو اون تئاتر من نقش مادری رو داشتم تو یکی از صحنه‌هاش که دنبال بچهش میگرده، بچه‌ای که مفقود الاثره و اونجا کارگردان مدام از من میخواست که تو این صحنه زجه بزن. من همیشه تو تمرینام گفتم که من زجه زدن گریه میکردم، ولی گفتم واقعیتش باور میکنی نمیدونم زجه زدن چه شکلیه، من تا حالا زجه نزدم. و گذشت و بازبینی اون کار افتاد تو روزایی که محمد بیمارستان بود. بچه‌ها زنگ زدن که یه گروه زحمت کشیده، ما حال تو رو درک می‌کنیم، ولی اگر میشه لطف کن و بیا برای بازبینی خودت اجرا کن که ما اینو اوکی بازبینی رو بگیریم و بعد از اون دنبال جایگزین بگردیم. تو نمیدونی اون جایی که من باید پسرمو توصیف می‌کردم
و به تماشاچی‌ها یه جا بعد میگفتن که خب شما ندیده بودینش، قد بلند، چارشانه. خب شما ندیده بودینش، قد بلند، چارشانه، سیاه سوخته، بانمک، با لهجه جنوبی. و تو فکر کن انگار که داشتم محمد رو توصیف میکردم و تو اون بازبینی تا دلت بخواد زجه زدم دیگه، انگار اونجا زجه زدن رو یاد گرفته بودم. دوست دارین که مردم شما رو به چی بشناسن؟ اگه اسم شما بیاد مردم چی بگن برات؟ واقعیتش خیلی به این موضوع فکر نکردم، ولی همیشه برام مهمه که اسم من برای نیکی و نازگل اعتبار همراهش داشته باشه. دوست دارم که اگر قرار کسی روزی از من یاد کنه به عنوان یه مادر قوی برای نیکی و نازگل و همین مادری که اسمش برای بچه ها اعتبار بیاره. یعنی به این فکر میکنم همیشه اعتباری چون محمد خیلی این موضوع رو داشت به نظر من، چون آدم قوی بود و هر کاری دستش برمی اومد برای دیگران انجام میداد، همیشه اسمش به خیر بود، به خوبی یاد میشد ازش، همون موقع که بود و چه زمانی که بعدش رفت. همیشه دلم میخواد که این اتفاق حالا که بابای بچه‌ها نیست با من براشون رقم بخوره. نمیدونم چه شکلی. انشالله که همینطوری رقم میخوره، نگرانش نباشی. قطعا چون تلاش میکنی آدم باید بهش برسه. یه جمله موندگار اگه قرار باشه برامون بگین که سلوحه خودتونه، حال خودتون رو خوب میکنه، اون جمله چیه؟ اگه بخوام بگم، دکتر مکری توی یکی از صحبتاشون در مورد هویت چند بعدی صحبت میکنه، چیزی که به من خیلی کمک کرد. حالا اینو من بعداً شنیدم، تو همین اواخر اون سخنرانی رو شنیدم و دیدم و واقعا هم همینه. حالا چیزی که هست، ببینین خیلی خوبه که آدم ارزش‌های مختلفی رو تو زندگیش دنبال کنه و واقعا ارزش‌ها رو دنبال کنه. من اگه تمام زندگیم، با اینکه محمد قلب زندگی من بود، محمد عزیزترین بخش زندگی من بود، اگر قرار بود فقط به عنوان یک همسر و به عنوان همسر محمد زیست می‌کردم، بعد از رفتنش خب واقعا بیرون می‌شدم. نمیگم که این اتفاق نیفتاد، ولی هویت چند بعدی خیلی به من کمک کرد. اینکه من تئاتر رو دنبال می‌کردم همیشه، اینکه من رشته‌های دیگه‌ای خونده بودم، اینکه دایره ارتباطی قوی با دوستانم و با اطرافیانم داشتم و تو این دوران این حمایت عاطفی رو از همشون گرفتم. اینکه سعی می‌کردم همیشه تو زندگیم به این که چگونه مادری باشم، چگونه آدمی باشم فکر می‌کردم. میگم که ارزش‌های مختلفی رو داشتم برای خودم. همه زندگی محمد میگم عزیزترین بخش زندگی من بود. بوت زندگی شما بوده. آره دیگه، بوت زندگی من بود به قول تو. ولی که من چیزای دیگه‌ای هم داشتم تو زندگیم که همیشه دنبالشون می‌کردم و ادامهشون میدادم. همه اینا خیلی به من کمک کرد. خیلی به من کمک کرد. پس تمام هویت‌های خودمون رو باید بشناسیم. آره خیلی خوبه که آدم ببینه مثلا چه ارزش‌های علاقه‌منده و دنبالشون کنه دیگه. اینکه آدم تمام تخم، من همیشه به مراجعام اینو میگم و البته خودم هم از استادم اینو، اینکه آدم واقعا تمام تخم مرغاشو توی یه سبد نباید بذاره، باید برای روز مبادا یه چیزای جاهای دیگه هم داشته باشه. میدونم که مورش شاید نبود، ببخشید اگه اذیتتون کردم و خیلی تشکر میکنم که اومدین. دستتون درد نکنه. مرسی که به من این حسو دادین که حرفای من ارزش شنیده شدن داره و منو دعوت کردین. قطعا شما خیلی عزیزین واقعا. ان شاءالله که همیشه بهترین براتون رقم بخوره. ممنونم عزیزم، قربانت. سلامت باشید. مرسی که تا اینجا ما رو تماشا کردین. ساب و لایک یادتون نره. توی این استوری رو دنبال کنید. خیلی مخلص.